As I said, within the next 5 years, you will be introduced publicly and openly to different extraterrestrial beings. تا حالا شده نصف شب به آسمون نگاه کنی و بپرسی ما تنها هستیم؟ حالا تصور کن جواب این سوال فقط 5 سال دیگه پیدا بشه. 5 سال. ولی سوال بزرگینه، آیا آماده ایم؟ آیا اولین ملاقات دوستانه خواهد بود یا وحشتناک؟ توی این ویدیو میخوایم قدم به قدم این احتمال رو بررسی کنیم، پس پیشنهاد میکنم تا پایان ویدیو همراه من باشید. سومری ها در کتیبه ها از خدایانی نوشتن که از آسمون اومده بودن. مصری ها هرم هایی ساختن که هنوز بعضیا باور دارن که کار دست بشر تنها نبوده. مایا ها توی نقاشی هاشون تصاویری از آدم هایی با کلاه فضایی کشیدن. اما از افسانه که بگذریم، اولین بار گالیله وقتی تلسکوپ رو به آسمون گرفت گفت جهان خیلی بزرگتر از چیزیه که فکر میکردیم. بعدتر در قرن 20 وقتی رادیو تلسکوپ ها اختراع شدن، دانشمندا فکر کردن شاید واقعا بشه صدای همسایه های فضایی رو شنید. از همونجا پروژه های مثل سیتی، جستجوی هوش فرازمینی شروع شد و حالا در قرن 21 ما ابزارهای مثل تلسکوپ جیمز وب داریم که میتونه سیاراتی رو ببینه که صدها سال نوری از ما فاصله دارن. این یعنی رویای قدیمی بشر حالا عملی تر از همیشه شده. تا حالا بیش از 5000 سیاره فراخورشیدی کشف شده. بعضیاشون خیلی شبیه به زمین، مثلا پروکسیما بی فقط 4 سال نوری از ما دوره. این سیاره دور ستاره‌ای میچرخه که توی منطقه قابل سکونتشه، یعنی احتمال وجود آب مایع روی سطحش هست. کیپلر 452 بی بهش میگن کپی زمین، اندازش تقریباً 2 برابر زمینه و توی محدوده‌ای قرار داره که میتونه میزبان زندگی باشه. تصور کن اونجا تمدن باشه که همین الان داره به آسمون نگاه میکنه و دنبال ما میگرده. دانشمندا میگن فقط توی کهکشان راه شیرین میلیاردها سیاره شبیه زمین وجود داره. خب احتمال اینکه ما تنها باشیم واقعا نزدیک به 0. حالا بشر چطور دنبال زندگی خارج از زمین میگرده؟ تلسکوپ ها مثل جیمز وب که میتونه ترکیب جو سیارات دور را بررسی کنه. اگه توی اون جو اکسیژن یا متان پیدا کنه یعنی احتمال زندگی اونجا خیلی زیاده. رادیو تلسکوپ ها اونا گوششون رو به سمت آسمون گرفتن تا سیگنال های رادیویی ناشناخته رو شنود کنن، مثل پروژه ستی. و کاوشگرا یا دراگون فلای که قرار روی قمر تیتان سیاره زحل فرود بیاد و دنبال مولکول‌های عالی بگرده. و در آخر تکنولوژی های آینده، ناسا و ایلان ماسک دارن روی تلسکوپ های غول‌پیکر کار میکنن که بتونن سطح سیاره های دور به شکل مستقیم عکاسی کنن. یعنی یه روزی شاید واقعا عکس موجود زنده روی سیاره دیگه رو ببینیم. حالا برسیم به اصل ماجرا. چه اتفاقی ممکنه توی 5 سال آینده بیفته؟ سناریوی اول کشف حیات میکروبیه. کاوشگرا موفق میشن توی اروپا یا انسلادوس، قمرهای مشتری و زحل، نشونه هایی از میکروب پیدا کنن. شاید موجودات فضایی نه مثل آدم ها و فیلم ها بلکه موجودات ریز باشن، ولی همینم کلی دیدگاه ما به جهان رو عوض میکنه. سناریوی دوم سیگنال هوشمنده. یه الگوی ریاضی داره، یعنی موجود هوشمند داره اونور کهکشان پیام میفرسته. سناریوی سوم ملاقات مستقیمه. تصور کن یه سفینه ناشناخته وارد منظومه شمسی بشه. رسانه ها اسمشو بذارن میهمان ناشناس. اولین بار از تلسکوپ ها دیده میشه.
بعد نزدیک میاد و این لحظه تاریخ بشر برای همیشه عوض میشه، ولی سوال اصلی اینه: دوستانه یا دشمن؟ حالا اگه واقعا ملاقات کنیم، اونا چه شکلی خواهند بود؟ شاید شبیه ما باشن، چون قوانین تکامل ممکنه شبیه هم کار کنه: 2 پا، 2 دست، مغز بزرگ. شاید شبیه حشره ها باشن با بدنهای زرهی و چشمهای مرکب. شاید موجودات دریایی باشن مثل اختاپوس، چون زندگی روی زمین هم از اقیانوس شروع شده. یا شاید اصلا جسم نداشته باشن، موجوداتی از جنس انرژی یا هوش مصنوعی. فکر کن موجودی باشه که فقط با فکر کردن بتونه با ما حرف بزنه، نه زبان نه دهان، فقط انتقال مستقیم ذهن به ذهن. اینجا دیگه داستان به مرز فلسفه میرسه. سال 2030 موجودات فضایی وارد زمین شدن. چرا هنوز ترافیک دارید؟ چرا برای دیدن فیلم توی گوشیتون باید تبلیغ ببینید؟ چرا هنوز روی زمینتون جنگ دارید؟ و البته که ما هیچ پاسخی برای این سوال هم نداریم. ولی اما اگر واقعا با فضایی ها ملاقات کنیم، زندگی ما از ریشه عوض میشه. دین و فلسفه، ادیان باید خودشونو دوباره تعریف کنن، جواب بدن اونا هم مخلوق خدا هستن. سیاست، دیگه مرزهای کشورها بی‌معنی میشه، همه باید متحد بشن چون ما در مقابل اونا قرار گرفتیم. اقتصاد، اگه اونا تکنولوژی پیشرفته داشته باشن، ما به منابع و اختراعات جدید دسترسی پیدا میکنیم. و علم، شاید درمان سرطان یا حتی راهی برای جاودانگی از اونا یاد بگیریم. فرهنگ، تصور کن موسیقی، هنر یا حتی غذاهای اونا چطور باشه. ولی از اون طرف خطر هم هست. شاید اونا دنبال منابع باشن، شاید زمین براشون یه پمپ بنزین بزرگ باشه. اون وقت چی؟ آیا ما توان دفاع داریم یا باید امیدوار باشیم اونا مهربون باشن؟ حالا که همه این احتمالات رو شنیدی، سوال اینجاست: آیا ما واقعا آماده ملاقات هستیم؟ شاید 5 سال دیگه همه چیز تغییر کنه. شاید توی عمر خودمون خبرشو بشنویم بشریت تنها نیست. ولی تا اون روز چشم‌هامونو به آسمون میدوزیم و منتظر میمونیم. حالا تو بهم بگو، اگه فردا موجودات فضایی بیان زمین، اولین کاری که میکنی چیه؟